سلام بینندگان عزیز، در اولین روز بهار سرخط خبرها را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. انتونی بلینکن کاتب دولتی آمریکا با وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ملاقات کرد. دهها مهاجر تاجیک که در اتوبوس ویرانه در راه درمانده بودند به روسیه رسانیده شدند. پیاز در بازارهای تاجیکستان اندک ارزان اما شکر و کارتوشکا قیمت شده است و یک لیژران نورس تاجیک در سبقت بین المللی پیروز شد. تفصیلات این و خبرهای دیگر در ادامه. امروز در پایتخت هندوستان ملاقات وزیران کارهای خارجی 20 کشور صنعتی عالم معروف با نام G20 با شرکت کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن و وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف دایر خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس تخمین کرده است که جنگ اوکراین و اختلاف با چین تلاش‌های کشور میزبان برای ایجاد فضای وحدت در بین اشتراکچیان را برهم خواهد زد. بلینکن با لاوروف باری آخر ماه ایول سال گذشته در جزیره بالی در نشست G20 حضور داشتند، ولی به گفته منصبداران کشورهای غربی آن زمان هنگام ورود بلینکن به تالار نشست لاوروف از آن بیرون شد. شام سه‌شنبه لاوروف به هندوستان که تجاوز مسکو به خاک اوکراین را محکوم نکرده است وارد شد. پیش بینی می شود که او منبر نشست G20 را برای حمایت از موقع کشورش در جنگ اوکراین استفاده خواهد برد. کاتب دولتی آمریکا بار دیگر پشتیبانی کشورش را از صاحب اختیاری و تمامیت ارضی تاجیکستان بیان داشت. انتونی بلینکن هنگام ملاقات یک به یکش با وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سیراج‌الدین موریدین در آستانه دیگر بار تعهد آمریکا را برای شریکی قابل اعتماد با تاجیکستان تاکید کرد. در این باره سامانه دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی آمریکا خبر داده است. ملاقات وزیر تاجیک با بلینکن روز 28 فوریه در حاشیه نشست 3-5-1 در قزاقستان برگزار شد. کاتب دولتی آمریکا با وزیر کارهای خارجی راههای بهتر کردن همکاری‌های دو کشور را در سمت اقتصاد و امنیت بررسی کردند. انتونی بلینکن با ضرورت همکاری زیچ در مسائل مربوط به افغانستان از جمله حفظ حقوق زنان و دختران در این کشور جنگ زده تاکید نمود. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان هم با نشر یک بیانیه دیروز خبر داد که وزیر سیراج‌الدین موریدین در نشست 3-5-1 سخنرانی کرد. درباره ملاقات جداگانه او با بلینکن چیزی نگفتند. دهها مهاجر درمانده تاجیک در راه به سوی روسیه بعد از شکایتشان با اتوبوس خوب و شرایط بهتر به این کشور رسانیده شدند. اتوبوسی که 70 مهاجر را از تاجیکستان به روسیه می‌برد در نزدیکی ولایت سمره درمانده مهاجران در وضعیت بدی قرار گرفته بودند. مسافران روز 28 فوریه در نوار به رادیوی آزادی از آن شکایت کردند که یک هفته باز در اتوبوس ویرانه در راهند و نان خوردن ندارند. در پی نشر گزارش در رادیوی آزادی از حالی‌زاری مهاجران تاجیک در راه به سمت روسیه، شرکت مسافربری سیر لحظه دنیا آنها را فوراً با اتوبوس خوب و شرایط بهتر تامین کرده بعد 7 روز سرگردانی مهاجران تاجیک ساعت 3 شب 1 مارس به روسیه رسیدند. آنها در نواری از اتوبوس نو در این باره به رادیوی آزادی خبر دادند. بسته شدن یکی از کمترین سازمان‌های حقوقی در تاجیکستان که در لحظه‌های مشکل و بی طلب پول از حقوق آدمان حمایت می‌کرد، کارافتادگان و فعالان جامعه را ناامید و نگران کرده است. کار مرکزی مستقل عاید به حفظ حقوق انسان چند پیش با پیشنهاد وزارت عدلیه تاجیکستان در دوشنبه قطع شد. حقوق شناسان سازمان در قضیه‌های پرسر و صدای دادگاهی شرکت و تلاش حمایت از آدمان را کردند. درباره سبب و پیامدهای بستن این نهاد حقوقی امروز در برنامه اخبار آزادی گزارش داریم. برنامه 4 ساعت بعد ساعت 7 شام به وقت دوشنبه تقدیم می شود. نرخ پیاز در بازارهای تاجیکستان کم پایین رفته و ارزش شکر و کارتوشکا بالا رفته است. بنا به گزارش اخیر برنامه آذوقه سازمان ملل متحد که روز 28 فوریه نشر شد، هفته گذشته پیاز در کشور از 3 تا 6% ارزان اما نسبت به سال گذشته 141% گران شده است. 1 کیلو پیاز حالا در بازارها از 5 تا 9 سومانی ارزش دارد. نرخ شکر و برنج و کارتوشکا هم به فرق از هفته گذشته تا 2% و نسبت ماه گذشته تا
10% بالا رفته است. برنامه آذوقه‌ای سازمان ملل که نرخ بازارها را مشاهده می‌کند میگوید نرخ میانه کارتوشکا بیش از 5 سومانی و شکر زیاده از 10 سومانی است. در ضمن در یک هفته اخیر در مردیکار بازارهای برخی از ناحیه‌های تاجیکستان حق کاری مردیکاران از 5 تا 14% بالا رفته است. درآمد مردیکاران تاجیک از 74 تا بیش از 100 سومانی گفته شده است. علیجان سلیمانی ورزشکاری تاجیک در بازی‌های دوم زمستانه بین‌المللی ورزشی بچگانه آسیا که در کوزبس روسیه جریان دارد مدال طلا به دست آورد. با طلای سومانه بازی‌های دوم زمستانه بین‌المللی ورزشی بچگانه آسیا در این مسابقه حدود 1000 ورزشکار نورز از 12 کشور شرکت دارند. تاجیکستان را 4 ورزشکار نمایندگی می‌کنند. علیجان سلیمانی در لیژرانی کوهی در نوع سلالوم گیگانت مقام اول را کسب کرد. بازی‌های دوم زمستانه بچگان آسیا که در کوزبس 23 فوریه شروع شد تا 5 مارس ادامه می‌کند. برنامه بازی‌ها از 10 نمود ورزش مثل پایگاه لیژرانی، کنکتازی، هاکی، اسنوبورد، کرلینگ، لیژرانی کوهی، رقص روی یخ عبارت است. هدف این بازی‌ها تبلیغ حرکت المپی و طرز حیات سالم گفته می‌شود. و حالا از قرب اسعار در تاجیکستان میگویم. بانک ملی برای امروز ارزش روبل را در برابر سومانی به تغییر گذاشته است. 1000 روبل را 144 سومانی و 50 درم، 1 دلار آمریکایی 10 سومانی و 91 درم و 1 یورو را 11 سومانی و 60 درم تعیین کردند. قرب پول خارجی در بانک‌های تجارتی میتواند فرق کند. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. خبر و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخباری آزادی 4 ساعت بعد تماشا کنید. تا ملاقات در این برنامه.